با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتین اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتین اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار هفتم. به ناگاه فروغی عام خیره رفت. بر قبه زرینی کمر آهسته آهسته سایه سیاه خزیدن گرفت تا آنکه 3 حصه آن را تماما پخش کرد. تاریکی فرامد، شماری سرد وزید. از حولی های همسایگانی دور و نزدیک دکادک و درنگ درنگی به هم خوردنی ظرفهای میسین و سیمین بلند گردید. بعداً شاعر آن شب گرفتنی ماه را چنین تصویر خواهد کرد: ماه شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک دل کرده تنگ. سپاهی شبی تیره در دشت و راه، یکی فرش افکنده چون پری زاغ. چو پولادی زنگار خورده سپیر، تو گفتی به قیر اندر اندوده چیر. هر آنگه که برزد یکی بادی سرد، چو زنگی برانگیخت زن گفت گرد. شبی تار و صفیری بادی سرد بر دلتنگی شاعر می افزود. وی برخاسته از حولی درون زنش را صدا کرد: خروشیدم و خواستم زو چراغ، در آمد بتی مهربانم به باغ. مرا گفت شمعت چه باید همی، شبی تیره خوابت نیاید همی. بدو گفتمی بود نیم مردی خواب، بیاور یکی شمعی چون آفتاب. بینه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگار چنگو می آغاز کن. برفتان بوتی مهربانم زباغ، بیاورد رخشنده شمع و چراغ. می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. دلم بر همه کار پیروز کرد، شبی تیره همچون گهی روز کرد. آنگاه یاری مهربانش خواست که با خواندن قصه دلانگیز از کتاب آن بزم و صحبت شیرین را شیرین تر سازد.
مرا گفت آن ماهی خورشید چیر، کی از جانی تو شاد بادا سپیر. بی پیمای تا من یکی داستان، ز دفتر برات خوانم از باستان. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از دری مردی فرهنگ و ننگ. فاطمه خواننده و گوینده ماهیر با آوازی صاف و مهینش قصه ها را شوق‌انگیزتر، جاذبه‌ناک‌تر می‌گردانید. شاعر پیشنهادی او را چطور با جان و دل نپذیرد؟ می توانست قصه ها را خودش خوانده به نظم گرداند، لیکن اکثرا به همسرش خواننده به خاطر می گرفت و سپس به کتاب نگاه نکرده در رشته نظم می کشید. در خوانش فاطمه داستانها با رنگ و معنی‌های نوی خود جلوه می کردند و قهرمانان آنها با صورت و سیرتی خاصی در دیده خیال شنونده نمودار می گردیدند. بگفتم بیاری مهی خوب چیر، بخوان داستان و بیفزای میر. مگر طبعی شوریده بگشایدم، شبی تیره زندیش خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یاری پیراسته. چنان چون ز تو بشنوم در بدر، به شعر آورم داستان سر به سر. فاطمه از کتاب به خواندن داستانی بیژن و منیژه شروع کرد. شاعر همه تن گوش و همه جان هوش گردید. ماه از سایه سیاه برآمده باز درخشان و خندان شد. شعشعه آن پرده چون پری زاغی شب را به حریری لطیف و شفاف تبدیل داد. شمال نیز گویا از پروازی پرجدل و پرشوشوی خود خسته شده آرام گرفت. در عالمی طبیعت آسایش و سکوت حکم فرما گشت. هر کی در شاهنامه این داستان را خوانده باشد می داند که رستم زال خود را بازرگان ساخته به توران می رود تا که از حال نبیرش بیژنی به چاه انداخته شده خبر بگیرد و چاره خلاصی او را جوید. منیژه دختری شاهی توران و معشوقه بیژن که پدرش او را از درگاه خود رانده بود، برای عاشقی تیره بختش گدایی را به گردن گرفته هر نانی یافته می آورد و به درون چاهی او می پرتافت. دختر با بازرگانی ایرانی دیدار کرده از وی می پرسد که آیا در ایران خبر دارند که شاهی توران بیژنی پهلوان را بی گناه به چاه انداخته است؟ رستم برای خود را پیش از وقت آشکار نکردن اول به منیژه تندی کرده او را می راند و بعداً از وی سرگذشتش را می پرسد. وقتی که فاطمه از خوانش داستان باز ایستاده برای از خوابی دخترچه‌اش خبر گرفتن به حولی درون رفت، تا برگشتن او فردوسی این واقعه داستان را در فکرش نظم کرده بود و آن را به همسری حیران مانده‌اش خواند. منیژه در شعر شاعر درد و الم خود را بر رستم با چنان سوز و گداز بیان می کند که به چشمان فاطمه آب آمد، حالان که او در وقتی از کتاب خواندن این لوحه داستان خندان بود.
بودم. یکا یک سخن کرد از او خواستگار، که با تو چرا شد دژم روزگار؟ منیژه بدو گفت کز کاری من، چی پرسی ز رنج و ز تیماری من؟ از آن چاه سر با دلی پر ز درد، دویدم به نزد تو ای رادمرد. که از تو بپرسم یکی نو خبر، ز فیو و ز گودرز پرخاشگر. زدی بانگ بر من چو جنگاوران، نترسی تو از داوری داژران. منیژه منم دختی افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. کنون دیده پر خون و دل پر ز درد، از این در به آن در دو رخساره زرد. همی نان کشکی فرا آورم، چنین راند ایزید قضا بر سرم. برای یکی بیژنی شوربخت، فتادم ز تاج و فتادم ز تخت. به همین طرز در فاصله های قرائتی قاریه خوشخوان، لوحه جداگانه داستان را نظم کردنی مستمع خوشطبع کم واقع نمی شد. تا فریادی بامدادی خروسان زن می خواند و شو می شنید. اینک بانگی مؤذنانی 4 مسجدی ده به گوش رسید. زن و شو به طهارت برخاستند و سپس با هم در حجره شایر نماز گذاشتند. فردوسی اسفندیاری رویین تن را موقتاً به حال خود گذاشت، حالا که داستانی بیژن و منیژه در خاطرش تازه است به نظم آن آغاز کرد. ابودلف وی و هوشنگ در مدرسه تحصیل علمی کردند. شریک درس بودند. بار هوشنگ از شاهنامه پدرش قصه نبرد رستم با اشکبوس را به مدرسه آورده در حلقه رفیقانش خواند. آنها با شوق و ذوق شنیدند. بعضی طالب علمان قصه را روبردار کرده گرفتند. یکی از آنها ابودلف بود. و در بین طالب علمان با ذهن تیز و حافظه قوی ممتاز بود. می توانست از کتابها ورق متن منصور را از یاد کند. پارچه های منظوم قصیده های تام را با 2-3 بار خواندن حفظ می کرد. البته نبرد رستم با اشکبوس را به زودی از یاد کرد و به آهنگ مخصوصی داستانخوانی ماهرانه قرائت می نمود. آوازی دلچسب و مؤثری داشت. حافظ و راوی خوشخوان در شهر آوازه شد. او را برای داستانخوانی یک ذیل به دوره‌ها و معرکه‌ها دعوت می کردند. فردوسی خواست با راوی جوانی آوازدار شناس شود. پسرش را فرمود که او را به نزدش آورد. هوشنگ یک بیگاه او را به باش آورده در حجره پدرش حاضر ساخت.
جوانی میان قد خوش صورت، میش چشم، خطی ریش و مویلبی مهین چهره سبزینه اش را پوشانده بود، با حیا و آداب با شاعر و خردی کرد. شنیدم شعر را خوب می‌خوانید. داستانخوانی شما را تعریف می‌کنند. چرا باری نزد من نیامدید؟ گفت فردوسی. ابودلف شرمگینانه گفت: می‌خواستم بیایم، جرأت نکردم استاد. ایبا کردم. برای چی ایبا؟ بی جا. اما عیب به هوشنگ هم هست که تا امروز شما را به مهمانی نخوانده است. میگویند شما رستم و اشکبوس را اذیت کرده اید؟ آری استاد. باز فصل از فریدون و ضحاک هم. فریدون و ضحاک، آیا این داستان در دست شما بود؟ از کجا پیدا کردید؟ استاد آن را به جناب محمد لشکری تقدیم کرده بودند. آن جناب عاریتاً به من داده بودند که فصلی را اذیت کنم. پس آن فصل را برای ما میخوانید، گفت شاعر و پرسید: میخوانید؟ به چشم استاد، قبول کرد ابودلف. فردوسی از نسب و خانواده او پرسان شد. معلوم گردید که او پسری ابودیلاری بزاز بوده، از 14 سالگی به تحصیل علوم مدرسه شروع کرده، چند وقت این جانب به قصه خوانی شوق و هوس پیدا نموده و از پشت این شغل درسخوانی مدرسه را ترک کرده است. عائله دار بوده و پسری 1 ساله داشته است. پدرش به قصه خوانی او راضی نبوده و می‌خواسته است که او کسب پدر را پیش گیرد و در دکان نشیند، ولی ابودلف از شغل نوی خود دل کنده نمی‌توانسته و بدین سبب بین پدر و پسر نزاع و خنوکی پیدا شده است. بیگاهی روزی تفسی هوای تابستان فرآمده، صداهای خرگاهی باغ به صوفه فراخ سایه گسترده بودند. در چنین بیگاهی روزی ها در آن صوفه لبی حوض با دوستان نشسته استراحت و صحبت کردن خوش است. فردوسی فرمود خدمتگاران صوفه را رفته پلاس انداخته جای نشست تهیه کردند. حریف شاهمادبازی شاعر مهتری دیه خواجه ساری با برادرش خواجه باقر آمدند. شاعر میهمانان را در صوفه نشاند و ابودلف را به آنها معرفی کرد. دسترخوان انداخته شد. 1.5 ساعت به گفتگو، خورش نان و میوه و نوش شربت گذشت. پسان میزبان و میهمانان از راوی جوان خواندن قصه را خواهش کردند. راوی که عادتاً در دوره ها به پا ایستاده میخواند، از جا برخاسته اول نام قصه را اعلان کرد: نبرد ضحاک با فریدون و بند کردن فریدون ضحاک را به کوه دماوند. پرورده چوپان فریدون شاه نژاد و کاوه آهنگر در سری لشکری خلقی که این آهنگر گرد آورده بود، بر ضحاک استیلاگر ظفر یافته پایتخت ایران زمین را آزاد کردند. ضحاک مغلوب به طرف هندوستان گریخت و در آن طرف ها لشکر جمع کرده از نو به جنگ آمد و به شهر هجوم آورد. ابودلف خوانشی سرود مانندش را سر کرد. مصرع‌های شیری رزمی همچون شیهه‌ای اسپانی جنگی، همچون آوای جنگاوران، همچون چکاچکی شمشیرها به صدا در آمدند. باغ آرام یک بار گویا به شهری پرشور و آشوبی تبدیل یافت که در وی به بالای
اردوی استیلاگران. ز دیوارها خشت و از بام سنگ، بکوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ. ببارید چون ژاله ز ابری سیاه، کسی را نبود بر زمین جایگاه. سپاهی و شهری به کرداری کوه، سراسر به جنگ اندرون هم گروه. می خروشیدند که نخواهیم برگاه ضحاک را، مران اژدها دوشی ناپاک را. ابودلف قرائتش را به پایان آورده و شنوندگانش تعظیم کرد و نشست. مهتر و برادرش با شور و شعف به اه و به به گفتن در آمدند. آفرین پسر، چی خوب خواندی. مهتری پیر در واقع خیلی متأثر شده بود. والله که در کوی و میدانهای تیسفون قدیم جنگ و جوش را بر علانیه دیدیم، علالای جنگاوران را شنیدیم، فریدون زنده کاوه زنده را دیدیم، آوای هر دو را شنیدیم. می گفت برادری مهتر و گویندش به داستان سرای بزرگ هزار آفرین. گویان مهتر دست فردوسی را گرفته بوسید. بنده خجالت می کشم بگویم که اصلا نمی دانستم جشن مهرگان از کجا آمده و سببش چی بوده. اقرار کرد دهقانی بی سواد خواجه باقر. معلوم می شود که این جشن به یاد ظفری فریدون بر ضحاک ماران بوده است. جنگ با ضحاک خونخوار و سپاه یغماگری وی در اول ماه مهر به عمل آمده و به مظفریت ایرانیان انجامیده بوده است. آنها به یاد آن غلبه‌شان بر استیلاگران و به شرف روزی تاجگذاری فریدون فاتح سری ماه مهر را با نام جشنی مهرگان جشن گرفته، در آن روز گلخنها می افروختند و عنبر و زعفران می سوختند. ولی به مروری عصرها مردمانی عوام باعث و معنی این جشن را قریب فراموش کرده بودند. شنیده بودم که گفت باز ابو صالح مهتر، شاعرانی بزرگ اشعاری خودشان را به خوبی و با آواز خوانده نمی توانستند. بنابراین هر کدامشان به خود یک نفر راوی نگاه می داشتند تا که وی اشعارشان را آن طور که لازم است مانند این جوان خوشخوان و خوش الحان برای مردمان بخواند. شما حضرت به شاهنامه خود یک حقیقتاً راوی شایسته یافته اید. از آن روز بیش از 2 سال گذشت. اینک ابودلف سال 3 است که وظیفه راویگی شاهنامه را اجرا می کند. یک بیگاه وی با یک خبری نو نزد فردوسی آمده آن را در حجره به شاعر با آب و تاب نقل کرد. پریشب یک نوکر چوبدار مرا پرسیده به مهمانخانه امان آمد. برایت گفت شما را جناب حاکم طلب دارند. اول ترسیدم برای چی طلبیدند؟ مگر از من گناهی صادر شده است؟ نوکر گفت شما قصه خوان بوده اید، قصه هایتان را با خودتان گرفته برید بوده است. این گپ را شنیده دلم سهل قرار گرفت. فهمیدم که حاکم
طالب داستان رستم و سهراب شده است. حاکم البته شنیده بود که من این قصه را در محفل‌ها می‌خوانم. زود جامه و سله کرده داستان را در بغل زده برآمدم و همراه نوکر روان شدم. در قلعه مرا از دهلیز و دالانها گذرانده بردند و به یک حجره کلانی آراسته و سقف و دیوارهایش مصور و منقش درآوردند. آنجا حاکم تنها، در پیشش بر روی 4 پایه 34 جلد کتاب، بلوله بالیشت ها تکیه کرده نشسته، نزدش در شمعدانی طلایی 2 شمع دراز فروزان بود. خود عرب مانند بوده است، چشمهایش کلان و انگشتوار سیاه، ابروانش قفس، موی سرش فتیله، بینیش کلان. میگویند که پدرش عرب و مادرش ایرانی بوده است، علاوه کرد فردوسی. همین طور پس من سهو نکردم که او را به عرب مانند کردم. خلاص در آمدم، سلام کردم، به خوشی علیک گرفت و پرسید ابودلف راوی تویی؟ گفتم طالب علم هستم، به هوس با خواهش بزرگان و دوستان بعضی داستانهای حضرت فردوسی را برایشان قرائت می کنم. گفت خیلی خوب، ما هم خواستیم که رستم و سهراب را برای ما بخوانی. آن را آوردی؟ گفتم آری صاحب، داستان با من است. گفت پس بنشین و بخوان، همان طوری که در دوره ها می خوانی. گفتم به چشم و شروع کردم به خواندن. گوش می کرد و هر دم سر جنبانیده خیلی عالی، خیلی عالی می گفت. وقتی که به نبرد رستم با سهراب رسیده، شوخیانه خندیده گفت ابودلف خان سالار خوریش آورد، خواجه با سخاوت بنده را به مزد راویگی هم با کبابی کبک و شرابی ناب ضیافت کردند. سپس فرمودند که قرائت امروز بس است، باز فردا بعد از نماز پیشین بیا بخوان. دیروز در ساعت معهود باز در بارگاهشان حاضر شدم و بقیه داستان را تا نزدیکی شام خوانده ختم کردم. اصلاً خواندم گفتن خطاست استاد، زیرا رستم و سهراب از بسیاری قرائت کردنم به من قریب یاد شده است. آوه استاد، کاش می دیدید که داستان چی شوق و شوری در حاکم تولید کرد، چی تحسین و تصنعی که ایشان به نام شما نخواندند. می گفتند تا کنون هیچ شاعری چنین داستانی عالمگیر و آن هم با چنین سخنوری و بلاغت و فصاحت ننگاشته است. فرمودند که به شما عرض سپاس و اخلاصشان را رسانم. شما گفتار 7 را از روی رمن استاد ساتم اولوزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نوذری. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.